شب 16 مارت یک ماشین بورکش مرسدس با پریچپش که به تاجیکستان 8 ماشین میبرد در مرز ولایت ارنبورگ روسیه با قزاقستان در حدود دهه سول السک دچار صدمه شده چپ شده است. کارمندان پلیس به جای حادثه آمده به راننده 40 ساله و شریک او کمک کردند. آنها راننده و شریکش را به ماشین خود شنانده برایشان چای گرم دادند و سپس تکنیک مخصوص را به جای حادثه دعوت کرده ماشین بورکش و ماشین‌های از داخل آن به درون توده برف چپا شده را برای 4 چرخشان راست کردند. راننده گفته است که به سبب برف زیاد نتوانست ماشینش را خوب اداره کند و به صدمه راه داد. راننده تاجیک و شریکش به کارمندان پلیس ارنبورگ که در نیمه شب به کمک آنها رسیدند اظهار سپاس کردند. تشکر زیاد انسانی. من در این سابقه رانندگیم چنین اکیپاژ DTS را بار اول دیدم. گفته است راننده به کارمندان DPS. پلیس ولایت ارنبورگ گفت در این حادثه کسی آسیب ندیده است. درباره اینکه ماشین بورکش و ماشین‌های داخل آن آسیب دیدند یا نه در خبر چیزی گفته نشده است.